این داستان آقای خرچنگ بدبخت شده. اقیانوس زیبا و شگفت‌انگیز. و زیر آب چی داریم؟ خب معلومه، شهر بیکینی باتم که همیشه پر از شور و نشاط. و البته الان موقع ناهاره و همه اهالی شهر دارن از خوردن همبرگرای خرچنگی خوشمزه و مقوی که خریدن لذت میبرن. بعد چیزه، بریم صحنه بعدی. این دوتا ماهی رو نگاه کن، چه همبرگری به هم دیگه تعارف میکنن. البته گاهی وقتا دعوا هم پیش میاد، ولی خب اشکالی نداره، از این اتفاقا میفته دیگه. باب اسفنجی. خب انگار آقای بختابوس کلی طرفدار داره، بردنش. بریم ببینیم باب اسفنجی داره چی کار میکنه. هر کی همبرگر میخواد دستاش بالا. خیلی خب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خب البته از باب اسفنجی بعید نیست، خیلی دستش تنده. خب بریم ببینیم پاتریک کجاست، خواب مونده؟ نه بیداره. جمع گوگولی مگولی ها تکمیل شد. چرا زودتر بیدارم نکردی؟ شکم خوشگله بدای شکمه. ای جان قربونی شما برم پولای خوشگلم. بهجان بچه بوی خوبی هم داره. چه خبره؟ بدبخت شدیم آقای خرچنگ. چی؟ بدبخت شدیم؟ حمله کردن سپر تفنگی، سوراخش کنین. من خودم مواظب پولا هستم. چیه؟ میدونین چیه آقای خرچنگ؟ من خودم کلی سوراخ دارم، ببینین. راست میگی؟ باب اسفنجی توی؟ آخیش حواسم نبود، اشتباه گرفتمت. خب حالا بگو ببینم چی شده؟ پلانکتون حمله کرده؟ آره؟ نه، یه راهنمایی میکنم، توی جیب جا نمیشه. یکی پس برو همبرگر درست کن بابا. نمیشه آخه، بدبخت شدیم. یعنی چی؟ خب یعنی اینکه یه اتفاقی افتاده و بدبخت شدیم دیگه. پسرم میشه با خونسردی تعریف کنی چی شده؟ فوت یعنی چی؟ داری چی کار میکنی؟ هیچی آقای خرچنگ، بفرمایید. حباب. حباب به چه دردم میخوره؟ برای خونسردی عالیه. خب از حباب بگذارید، براتون تعریف میکنم چی شده. من تو آشپزخونه بودم که چی؟ اجازه بدید تصویریه. خب بگو. من تو آشپزخونه داشتم کارمو انجام میدادم که یهویی متوجه شدم مایه فرمول سری همبرگر خرچنگیمون تموم شده. چی؟ تموم شده؟ حال کردی چه هیجانی بهتون وارد کردم قربان؟ هیجان چه؟ بدبخت شدی وضعیت نارنجی. نارنجی؟ بله. وای آقای خرچنگ، میشه بگید کجا داریم میبرید منو؟ داریم میریم انباری، اونجا مایه همبرگر خرچنگی داریم. باب اسفنجی کجایی؟ من این زیرم. اونجا چی کار میکنی؟ یهو کجا رفتی ها؟ من اینجا مای خرچنگ. خوبه بس برم چراغ روشن کنم. بیا اینجا که خالیه. با اینجا هم خالیه. اینجا هم خالیه. وای آقای خرچنگ، دوتا از لامپای انباری هم سوخته. بدبخت شدیم. بیچاره شدم. حالا چی کار کنم؟ چه بد موقعم تموم شد. حالا من چه گیری بگیرم به سرم آخه؟ چه کنم؟ باید بگردم یه راه حلی پیدا. اینجا خیلی شلوغ شده آقای خرچنگ. شورش شده، اینا میخوان پولاشون رو پس بگیرن آقای خرچنگ. میخوان پولشون رو پس بگیرن که حالا کیه؟ چیزی پیدا نکردی؟ نه قربان. اینجا هم که نیست. اونجا چند تا پا دارن؟ چرا پا رو بردم من؟ 4 تا 2 تا میداره.
خبر شده بخت قربان همه چی به هم ریخته. این چی بود؟ این فیلم راهنمای تهیه دستور سری یه مدتی بود گمش کرده بودم بگیریدش. او چشم مای خرچنگ. آی های 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 بالاخره پیدا کردم بعد از مدت ها. سینما را آماده کن های بختموس، میخوایم فیلم ببینیم. نوبت من آقای خرچنگ. بچه ها پولتون آماده کردی؟ هل ندین چه ساعت 2 میشه من برم خونمون؟ الان شروع میشه. خدا کنه. آخ جون فکر کنم شروع شد. از ساکت باش لطفاً. و این فیلم رو من فکر کنم دیدم. این فیلم رو همه دیدن باب اسفنجی. من فکر کنم فقط تعریفش رو شنیدم. این همون کشتی هست که بعد میخوره به این نهنگی. نه پاتریک، این اون کشتی هست که میخوره به یک کوه یخی. وای چه ترسناک، من اینو دیدیم میترسم. مرد آخه. این که هیچ چیز نشد. من سب کنی یه چیزیش میشه این نامه فرما. آخی مثل دفتر چلبرگ از وسط باز شد. تموم شد که آره. خیلی ناراحت کننده بود. فکر کنم یه فیلم دیگه است. صدا میاد. آخ جونم، آره یه فیلم دیگه است. من میرم یه پاپ کورن بگیرم بیام. بشین سر جد پسر جد. مگه من حلاف شما هم؟ چیه بگین ببینم چیکار داشتین با من ها؟ ابن پدر جد بزرگ بدبخت شدم، بیچاره شدم، مایه سری همبرگر خرچنگی تموم شده، چیکار کنم؟ باید برین دنبال نصب کن. نه باید برین دنبال آره خودشه، بعد برین دنبال این یارو. بگین اینو باید پیداش کنین، این همه چیزو میدونه. این چی هست؟ بعد اینو چیکارش بکنم؟ چیکارش کنیم؟ باید برین اونجا، بعد این بنده خدا رو پیداش کنین. این همه چیزو میدونه که باید چیکار بکنین. برین پیداش کنین. این طرف تو ایرانه، باید برین به ایران. یعنی باید رستوران تعطیل کنم؟ ما میریم آقای خرچنگ. من که پایم. بختم خوشم میبریم. من عاشق سفرم. من کتاب ایران شناسی هم دارم. پاتریک میری اون کتاب راهنما رو بیاریم؟ الان میارم. اینجا نوشته ایرانی ها خیلی مهمون نوازن. معلمان بسیار هنرمند و هنرنوز وجود دارند که سرزمین ایران جزو قدیمی ترین تمدن های جهانه و اونا خوشمزه ترین غذاهای روی کره زمین رو دارن. جاناری پس آماده سفر به ایران بشید بچه ها. رو چشمم. جونم اینو. این داستان؟ آخ جون، رسیدیم تهران. تو قسمت قبلی دیدیم که باب اسفنجی و دوستاش متوجه شدن که برای به دست آوردن فرمول سری همبرگر خرچنگی باید به سرزمین زیبای ایران سفر کنن. خیلی خوب، اینم فرودگاه تهران. ظاهرا هواپیما تأخیر داره و هنوز دوستان گوگلی مگولی ما نرسیدن. البته اشکالی هم نداره، تا باب اسفنجی و دوستانش برسن ما میریم یه سری به بیکینی باتم بزنیم ببینیم اونجا چه خبره. خب آقای خرچنگ، بالاخره روز شکسته در برابر پلانکتون شکست ناپذیر فرا رسید و من امروز دستور تهیه سری خرچنگی رو به دست میارم. وای چنگن ساختمون اینجا هست، چنگن قشنگن. آره خیلی گنی. میشه زودتر بریم هتل؟ من خیلی خسته شدم. سلام سالار، اگه تاکسی میخواین بپریم بالا. بهمون گفت سالار اگه سوار نشید راحت میشه. و باز هم در بیکینی باتم انگار پلانکتون داره یه کارایی میکنه. امروز روز منه، ببین چه میگنه. خودتونو برای شکست آماده کنی. خدا حافظ آقای خرچنگ. دکی سه شد.
پلاستیک نگاه کن اینجا رو ببین. چیو کجا رو؟ اوه عجب موسینی. کاش که ما هم سوار یه دونه از این تاکسی زردا شده بودیم. آخه پاتریک جان اون کجاش زرده؟ اگه تاکسی زرد میخوای باید سوار اون میشدیم. نگاه داداش میشه بگین شما دقیقا بچه کجایین؟ ما بچه ناف بیکینی باتریم. دم شما گرم. آقای راننده پس کی میخواین حرکت کنین لطفاً؟ ثبت شد. داشه من اینجا تهرونه با همین ترافیک مرافیکاش دیگه. تهرونه با همین ترافیک مرافیکاش جواب آخه. نمیفهمم اینجا چه خبر شده؟ چرا رستوران خرچنگ تعطیله؟ معلومه اون ترسوها فرار کردن. حالا من میرم توی رستوران و دستور سری خرچنگیو به دست میارم. فرمول سری کوچولوی من. چطوری عزیز دلم؟ شنگن سفته. بالاخره به چنگت آوردم. میدونستم که مال من میشی. کمرم. خب بذار ببینم اینجا چی نوشته. این عینک مسخره دیگه چیه؟ ها عینک خودم خوبه. خب نوشته که چی؟ ها فوتینه. ها این تناب دیگه از کجا پیدا شد؟ این یک پیغام ضبط شده از طرف خرچنگ برای پلانتون فوتین رو دستت به فرموله میرسه. همینجوری واسه دفاره که بابا. وای پاتریک اونجا رو ببین. چی کو کجا؟ بگو دیگه کجا رو ببینم. بگو دیگه چی میگی؟ چنگن خوشگله. خوشگله کدوم چی؟ ها؟ آها اون تاکسی زرده رو میگی؟ نه بابا اون ساختمونه رو میگم اون وسط. آن که ساختمون نیست داشته من میدون آزادیم. ای بابا چه شانس اقبال بدی دارم من. بازم از خرچنگ شکست خوردم. دستور تهیه کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ چی کار میکنی مگه کوری تو؟ این دیگه چیه؟ اینا تو روزنامه چی کار میکنن؟ برای تهیه دستور سری خرچنگی رفتن ایران؟ این بار کسی نمیتونه جلوی منو بگیره. هیچ در بسته‌ای برای پلانکتون وجود نداره. آخ لعنت بر هر در بسته‌ای که بی موقع باز میشه. کارین همسر عزیزم، همسر دلبندم، همسر کامپیوتری من دارم میرم ایران. صدای منو داری؟ میشنوی صدامو؟ من دارم میرم ایران. کارین پلانکتون صدامو داری؟ من اصلا صداتو نمیشنوم. پلانکتون میشه صدای مشتریا رو قطع کنی؟ اینجوری من نمیشنوم تو چی داری میگی. باشه قطع میکنم. بیا قطع. بدون صدای مشتری چه سوت و کوره اینجا. راستی خب داشتم میگفتم من دارم میرم دیگه. خداحافظ. اوه پلانکتون داری میری؟ باشه فقط زودتر برو. میخوام اینجا رو تمیز کنم تو دست و پای. چقدر احساساتی. و باب اسفنجی و دوستانش همچنان در ترافیک بودن. تفلکیه ای داد چقدر حالم بده. وای احساس میکنم خیلی هوا کثیفه. درسته؟ تازه امرو روز تمیزی حواستاش من. پس شانس بده منه. تپل صورت موظف باش ماشین کسیب نکنه. آی دارم میمیرم. آی راننده چرا ما حالمون بده؟ چرا این شکلی شدیم؟ طبیعه داشته من هرکی میاد تهران حالش اینطوره میشه. مال ترافیک منافیک ایناست بهش میگن ترافیک زندگی. ای وای چنگن حالم بده. فکر کردی حال من خوبه؟ حال منم بده. خیلی خوب. این از اینم از این درست شد.
خودشه پیش به سوی ایران با نهایت سرعت. آروم 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 آروم. خوبه خیلی خوبه. همینطوری آروم آروم حرکت کن و برو. چه آرامشی. چی شد؟ بنزین تموم کردم. گمونم تو این صحنه باید یه دادی بزنم. کمکم کنید. یادم رفته بود که چتر نجاتم دارم. عالیه، من همیشه فکر همه جا رو میکنم. همیشه گفتم بازم میگم هیچ چیزی بهتر از یه چتر نجات خوب نیست. عالیه، واقعا که عالیه. چی شد؟ رسیدیم دوستتان. آی دارم هجوم میبینم. من خیلی بده. انگار تو دل من دارم پیاز رنده بکنم. بختا پوشن زودتر از ماشین پیاده شو که حالم خیلی بده. زود باشی دیگه بگرده حالتو میدم. آمری پایین دادو. سلامت دوستتان. شکل بستنی آقا، من بستنی دوست دارم. اسم هتل بستنی مخصوصه. کلیفت زنگ مخاله باب اسفنجی اینجا میتون. تهران از صدای باب اسفنجی را میشنوید. سلام باب اسفنجی، پس رسیدین به تهران آره؟ سلام های خرچنگ شما این. بله ما رسیدیم تهران. اینجا خیلی قشنگه، خیلی خوش میگذره. جاتون خالی. ببینم باب اسفنجی هتلتون رو پیدا کردین؟ آره های خرچنگ، ما الان دقیقاً اومدیم به همون آدرسی که گفتین و الانم روبروی هتلی. خب پسرم، پس خوب دقت کن ببین چی دارم بهت میگم. اونجا یه هتل هست به اسم هتل بستنی مخصوص. آقای خرچنگ ما الان دقیقاً روبروی همونجا وایسادیم. آفرین. حالا نگاه کن کنارش یه ساختمان دیگه از سمت چپ شما. اسمش چیه؟ مسافرخونه راحت باشه. آقای خرچنگ ما باید بریم اونجا؟ نه بابا جان، نه بابا اسفنجی پسرم، اونجا نمیخواد بری. کنارش یه ساختمان دیگه هست. هتل بستنی مخصوص رو میگی؟ نه بابا نه، اونور یکم سمت چپ‌تر خودت. منظورتون مسافرخونه بشکه باشی که نیست؟ چرا منظورم همونه. آفرین پسرم، برید حالشو ببرید. باشه چشم های خرچنگ، میریم حالشو ببریم. این داستان بخور. شب‌های تهران چه زیبا و باشکوهه. کلاً شب‌های ایران باشکوهه. تو قسمت قبلی دیدیم که باب اسفنجی و دوستاش وارد تهران شدن و الان هم توی هتل سخت مشغول برنامه‌ریزی برای اینا چرا اینطوری ولو شدن؟ خیلی خوب بچه‌ها، میشه لطفاً بگین برنامه‌تون واسه فردا صبح چیه؟ برنامه واسه فردا صبح؟ آره دیگه. من یه برنامه خیلی خوب دارم. برنامه تو اونه؟ خب حرف بزن دیگه. الان میگم. چرا اینجوری میکنین؟ حرف بزن دیگه. بعد از ساعتها تحقیق من این نقشه رو طراحی کردم. طبق برنامه ریزی من ما ساعت 6 صبح بدون جلب توجه باید از هتل بریم بیرون و ساعت 6:30 میرسیم به اینجا. اونجا چی هست؟ چه خبره؟ بعد چیزه همکارم براتون توضیح میده. بله، تحقیقات من نشون میده که اینجا بهترین کله پاچه شهر رو داره. کله پاچه؟ آله و ساعت 8 میرسیم به اینجا. خب عقل کن اینجوری که برمیگردیم سر جای اولمون که. خب یعنی تو میگی صابونه هتل رو نخوریم؟ مجانیه با. بله درسته، صابونه هتل رایگانه و تخم مرغ عسلی هم هست. راست میگه. تخم مرغ رایگان میدونی یعنی چی؟ خب بگذاریم بعدش میریم اینجا. نگاه اونجا چیه؟ ساندویچ سینون. آره درسته. بعدش هم میریم اینجا یعنی رستوران. خب بعدش هم میریم اینجا بستنی سنتی. تازه‌ش هم بعدش میریم اینجا یعنی چلو کبابی. نه بابا، پس برنامه اصلیمون چی میشه؟ برنامه اصلی؟ پاتریک وختاپوس درست میگه ها. خب معلومه من همیشه درست میگم. درسته دیزی پاتریک، دیزی رو فراموش کردیم. ببخشید. از همون اول نباید با این بی اقلا میومدم. شب‌های تهران چه زیبا باشه. ببخشید من اینو قبلا گفتم. بریم صحنه بعد.
صحنه بعد از این منظورم بود، یعنی این نه، صحنه بعد از این یکی که الان اومد، نه بعدیش. آها. چه خوبن اینا. ای بابا چرا نمیاد؟ گیرمون شد. نگاش کن قیافه رو ته خنده است. عجب لباسی پوشیده. چی؟ خنده نداره، به چی میخندین؟ خیلی بامزه است. لباس از کجا خریدی بخدا بود؟ آقای خرچنگ گفت اینو بپوشم. ای وای مردم از خنده بخدا بود. رو بخندین، کجاش خنده داره؟ فقط شما دوتا دارین میخندین. خیلی بامزه شد. چیه مگه؟ بله، بالاخره باب اسفنجی و دوستانش سر از طباخی در آوردن، یعنی همون کله پزی، یعنی جایی که کله پاچه میخورن. داداش 3 تا آب کله دیگه واسه ما بیار که خیلی عجله داریم. درسته، خیلی عجله داریم، باید بریم سر مأموریتمون. به جانمی جان. ببینم این آقا لباس خوشگله رو میشه بذارین اینجا واسه جذب مشتری حرف نره. بیمش میکنم، حقوق خوبی هم بهش میدم. بختا پشت رو میگه ها. نه خیر آقا، من خودم شاغلم. پیشنهاد خوبیه ها. باشه آقا، قبوله. با یک کاسه آب کله دیگه عوضش بکنیم. یک کاسه آب کله در ازای بختاپوس؟ نه پاتریک جان، اون جزء اعضای اصلی مأموریتمونه. داداش بکنش 4 تا آب کله. چی؟ آره خب این منصفانه تره، 4 تا آب کله میارزه. دست شماها اصلا معلوم است دارین چی کار میکنی؟ بای چنگن خوردنی. آخ جون. وای چنگنه. پاتریک من موندم از کجا شروع بکنم. من که شروع کردم. عجب سوسی ها. ساندویچ بدون سس اصلا صفا نداره. سس؟ آره حق با پاتریک، من ساندویچو به خاطر سسش دوست دارم. عجب جای خفنگیه. حالا اونو بیخیال، چنگن خلوته. الان ما میریم شلوغش بکنیم داداش. وقتی شما هستین خلوتی معنا نداره. داداش آقا کسی اینجا نیست، باید چند تا پاس کوبیده ما خواستیم. کوبیده چیه؟ دستای براتون میارم. راستی آقای لباس قشنگ، لباستو میدی یه عکسی باهاش چند دفعه بگیرم. بهت گفتم این لباسو تنت نکن. خیلی هم قشنگی، تو چشت درون. وای کشتی دل شکسته. داداش این کمرش هم شکسته ها. اینجا نوشته این مکان تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. فکرم نمی کنم به این زودیا باشه. تازه توشو ندیدی؟ وای منو این همه بستنی محاله. خب برای کامل کردن تحقیقاتمون باید از کدومش شروع کنیم؟ نظر تو چیه پاتریک؟ به نظر من برای تحقیق بهترین راه شروع اینه که بریم بستنی قیفی ویژه مخصوص، بعدش غیر مخصوص. این تازه اونجا رو نگاه کن، قایق بستنی اصل است. درسته، ولی ما بعدش بریم یه فالود شیرازی خوشمزه بخوریم و بعدش برای تکمیل کردن تحقیقاتمون میریم بستنی اصل میزنیم تو رنگ. وای پاتریک تو واقعا باهوشی ها. چاکره داداش. شما دیوانه‌ای. وای عجب بستنی خوشمزه، این دست شما در نگوله. آره به تحقیقاتمونم خیلی کمک کرد. به به. بستنی تمیز آقا حرف این صدا از کجا میاد؟ حلشو ببر آقا. همین نزدیک هم هست، میگه آقا بستنی، آقا بخور آقا. اینجا عجب جایی با کلاسیه. توش باید مؤدب باشیم انگاریو. اسم اینی که خوردیم از خودش بزرگتره. آره من فکر کردم الان یه بشکه خوردنی بهمون میده. خیلی فینگلیه. شنگدم این نیم وجبی گرون بود. حیف اینو بخوریم یادگاری ببریمش بیکینی باتم. چترشو اول باید بخوریم یا آخرش؟ اصلا اسمش چی بود؟ کف شلق ماکیاتو آلپاچینو گراتسیا گلاسه. باب اسفنجی امروز واقعا روز سختی داشتی. آره پاتریک، تحقیق کردن خیلی کار سختیه.
واقعا نه، مخصوصا اون قسمت صبحونه هتل خیلی سنگین بود. چرا پاش شدی؟ پاتریک هتل، ما تو هتل رو نگشتیم، شاید تو همین هتل قایم شده باشه. چی؟ مگه برنامه خوردن رو من حساب نکنی؟ راست میگی تو هتل رو نگشتیم، بیا با هم دیگه بریم بگردیم. ای صاحب عکس. آهای چی شد پیداش کردی؟ این برو خوب نگاه کن. نگاه کردم ولی تو آشپزخونه نیست. خب بار یه جای دیگر نگاه کن. چشم. پاتریک توی همومم نیست. بذار منم اینجا نگاه بکنم. پاتریک زیر تخت خوابم نیست. زیر تخت خواب که جا نمیشه که این. چی شد؟ باباش من جوری پیداش کردم بودو بیا اینجا تا فرار نکرده. این نهاز خمیر دندون اصل دوستاره اینجاست. امروز میخوایم با جدیت بیشتری به تحقیقات خودمون ادامه بدیم. جدیت و خوب اومدی باره که پایتم. خدا به داد من برسه. به به دوستان، خوشحال شدم دوباره دیدمتون. ما این دفعه برای یک مأموریت خیلی مهم اومدیم. آره این دفعه قصد خوردن اون کله پاچه خوشمزه‌تون رو نداریم. حالا خیلی سریع به ما بگید این آقا رو میشناسین یا نه؟ پس ببینم. نه والا حتی آشنام نمیاد. حیف شد ولی خب اشکال نداره. 2 تا بناگوش و 4 تا پاچه و 6 تا مغز و 12 تا زبون واسه ما بیار. آب کله یادت نره. آره درسته، به اضافه 3 تا آب کله. باشه رو چشم اصلا واسه تو میاره. حالا بیاین خیلی موزیکال بریم توی این بستنی فروشیه. باشه اما بستنی فروش. بله. بستنی دوی. بله. آب میوه چطور؟ بله. میدونین عکس کیه؟ نه خیر. ای بابا چه خیت. 3 شدیم این آقا هم نشناخت. انگار نمیتونیم پیداش کنیم. درسته. بستنی بیارم براتون؟ نه آقا ما تو مأموریت هستیم، نمیتونیم بستنی بخوریم که. 3 تا فالوده شیرازی بیار بخوریم. آره با آب لیموی اضافه. ببخشید اینجا کسی نیست؟ اینجا کافی شاپ آقا. ما یه سوال کوچیک داشتیم میخواستیم بپرسیم و هیچ بابا. اوخی ببخشید. اگه حرف نزنیم پس باید چیکار کنیم؟ عکس رو نشون بده. آره من میمیرم واسه عکس. چی خب میگی؟ یه سلفی بگیر ازمون. راست میگی یا؟ الان میگیرم، همه بگین سیر. سروران گرامی چی میل دارید؟ ما هیچی میل نداریم، هیچ نیمو خولیم. فقط به ما بگو این عکس رو میشناسی یا نه؟ متاسفانه نه دیدمش و نه میشناسمش. خیلی خوب اشکالی نداره، خودتو ناراحت نکن. برو فعلا چند تا از اون غذا خوشمزه بیار ما بخوریم که کلی کار داریم. آقا میشه یکیو بفرستی اینجا کار داریم. کاکا ما اینجا دستنام نمیتونم بیام، این پشت فر دارم کارو میکنم. از همونجا سفارشت بده میشنم. بگو. فکر میکنم شما متوجه نشدین دوست عزیز، ما برای خوردن ساندویچ نیومدیم. ما برای انجام یک مأموریت خفنگ و خیلی مهم اومدیم. وین پس مأمور بهداشتین. کاکا بیا اینجا هرچی میخوای سی بکن. اینجا اون مثل زبون تمیزه. ما اسممون ساندویچ کثیفه ولی اصلش ما خیلی هم تمیزیم. اینی اخیراً مد شده یه اسم یجق وجق میذارن رو مغازشون. خب گفتیم ما هم بیلیم ساندویچ کثیف. این چی داره میگه؟ ول کن آقای محترم، بگو ببینم این عکسو میشناسی یا نه؟ آها کو ببینیم. برو راست ها خوبه. نه بیا بالا ها. نه بیا پایین، بیا دومن ها. کو ببینم نگردش. نه نمیشناسم، شرمنده. خیلی خب اشکال نداره داداش، به جای 3 تا از اون خوراک بندریای مخصوصت بیار بخوریم، حالشو ببریم کلی کار داریم. قربونت کاکا چشم. فقط بگو 2 نون باشه یا 3 نون. 4 نون داداش. ای به چشم رو چیشم کاکا. در خدمتم قربان جان، به رستوران شب‌های کشتی خوش آمدی. ممنونم آقای محترم، ولی ما یه عکس داریم و دنبال صاحب اون عکس می‌گردیم، خیلی هم عجله داریم و چون مطمئنیم شما صاحب این عکس رو نمی‌شناسیم، ما هم نمی‌خوایم که وقتمون گرفته بشه. سپورت غذای مشتی بیار بخوریم بریم. بله درسته دقیقاً. ای به روی چشم، هرچی شما بفرمایید.
باب اسفنجی هیچ برنامه‌اش داری چی کار میکنی؟ یادت رفته ما برای چی پا شدیم اومدیم به این رستوران؟ خواهش میکنم اختاپوس لطفا توی برنامه ریزی های تجسسی ما دخالت نکن. باب اسفنجی من به اختاپوس مشکوکم. فکر میکنم خودش صاحب همین عکس باشه. آره پاتریک دماغ و نیگا چقدر شبیه انگار خودشه. من که فکر میکنم قیافش رو عوض کرده که ما نشناسیمش، ولی خب ما میشناسیمش مگه نه؟ پاتریک داری چی کار میکنی؟ دلم نقشه بخل فردا رو آماده بکنم. آفرین پاتریک. قلبونت. معلوم است دارین چی کار میکنی؟ معلوم نیست. باب اسفنجی تو ماموریتمون فراموش کردی؟ راست میگه ماموریتمون. بای حق با اختاپوس ما ماموریتمون فراموش کردیم. درسته. پاتریک با اختاپوس بیاین نزدیکتر تا براتون توضیح بدم نقشه جدید چیه. بگو ببینم. از همین امشب بریم دنبال صاحب عکس. خوبه. پس کی غذاها رو حذف کنی؟ پاتریک راست میگه، پس زودتر بریم بخوابیم. خرافی. پس من با آقای خرچنگ زنگ میزنم. سه شد که حزم غذا باشه واسه بعد از ماموریت. یعنی بعد از بخور وای نه این بحث بخور رو تمومش کنین لطفاً. آخه بحث جدیه اختاپوس. آره اختاپوس قول بدید جدی باشی. باشه. قول دادی ها؟ خب عملیات رو شروع میکنیم. با جدیت. قبوله. یعنی کی میتونه باشه این موقع شب؟ نمیدونم، این خودش یه معماست. این داستان کاراگاه وارد می شود. شب‌های ببخشید، در قسمت قبل دیدیم که باب اسفنجی و دوستانش وقتی توی هتل بودن یه نفر زنگ در اتاقشون رو زد. حالا بریم ببینیم کی بوده و ماجرا چیه. پاتریک این دیگه کیه؟ من همیشه عاشق یوز پلنگ ماهی بودم، هیچ وقتا فکرشو نمی‌کردم که یکیش از نزدیک ببینم. معرفی میکنم و اینک باهوشترین ماهی 7 دریا، کاراگاه. الکی هستم، کاراگاه الکی. این دیگه کیه؟ و اضافه میکنم که من متخصص پیدا کردن افراد از روی عکس هستم. نه قربون شما، خیلی ممنون، لازم نیست، ما خودمون پیداش میکنیم. آره بله. آره این چرا اینطوری نگامون میکنه؟ چی پیدا کرده؟ من شرط میبندم تا به حال از مغزت هیچ استفاده ای نکردی. آها کی خیتی بالا آوردی، چون همین چند وقته پیش استفاده ازش کردم. اینجا رو ببین، حتی هولوگرامش هم باز نشده. اوکی. اگه راستشو بخواید درسته که من گفتم ازش استفاده کردم، ولی من میدونیم چند وقته پیش مشکلی واسمون پیش اومد و گری حلش کرد. بذار یه نگاه به لیستم بندازم. بذار ببینم، این زردنبو، اینم صورتیه. درسته، تو باید باب اسفنجی باشی و تو هم باید پاتریک باشی. این چنگنه باهوشه. میشه بگی از کجا فهمیدی؟ خیلی کار درسته داداش من. خواهش میکنم، من که بهتون گفتم تخصص من شناسایی افراد از روی عکس اونها. منم که عرض کردم خیلی نابغه است، خیلی کارشون درسته. شما لطف دارید. حالا بریم سر اصل مطلب. الان باید الان چی کار کنیم؟ الان میگم، الان یادم میاد. انگار این یکی هم قاطی داره. نه الان یادم میاد. باید خب حالا الان ما برای چی کار کنیم؟ بی بابا عجیبه ها، الان یادم میاد. چرا یادم نمیاد؟ آخ جون، من میبینم واسه هیچ کار نکردن. یادم اومد. ما باید ای بابا چرا خاموش شدین؟ صبر کنین، اجازه بدین. اتصالی داره. پاتریک میشه چیزی نگی؟ درست شد. در حال حاضر باید عکسو به من نشون بدین. وای آقای کارگاه، شما واقعا باهوشین. بفرمایید اینم عکس یارو. بذار ببینمش. وای این چقدر شبیه پسر خاله من، حساب کنید. گمونم عکسشو دارم. اینجاست. اینه و اینم اینه. نه، رنگ لباساشون با هم دیگه فرق میکنه، پس یکی نیستن. آخه اون سرآشپز این هتل بود و توی همین هتل هم کار میکرده. بگذاریم، در هر صورت این اون نیستش. گفتی تو همین هتل کار میکرده؟
هیچی میگفتین آقای کارگاه الکی. از روی کلاهی که سرش گذاشته و لباسی که تنش کرده مشخصه که این عکس توی آشپزخونه ازش گرفته شده و اما در مورد شغل اون از قرمزی چشماش مشخصه که دائم پای فر داغ روغن سرخ شده بوده و البته اون خنده مهربون و گوگولی که داره مشخصه که حتما آشپز بوده. بابا دمت گرم، اینا همه رو از رون عکس فهمیدی؟ معلومه که نه، پشتش توضیح نوشته. از طرف سرآشپز این عکس در آشپزخانه گرفته شده. میشه بگین الان باید چیکار کنیم و کجا بریم؟ باید بریم به شمال. آماده رفتنیم قربان. بگید ببینم امروز چند شنبه است؟ رو تقویم نوشته پنجشنبه. پس نمیتونیم بریم. چرا نمیتونیم بریم؟ برای اینکه اینجا همه از شنبه صبح کاراشونو شروع میکنن. در ضمن فردا دربیه، بازی فوتبال. گفتی فردا چه دربی چیه؟ دربی عزیزم، فردا متوجه میشی یعنی چی؟ من تو فردا دیوانه میزنم سلام مگی؟ خب حالا چجوری باید بریم ورزشگاه؟ نگران نباش پاتریک، بسپرش به من. مستقیم. ناراحت نباش باب، تو تمام تلاش تو کردی. سر تو بالا بگیر مرد، بخند باب. باره بخند. و حالا یوز پلنگ دریایی شکست ناپذیر کاراگاه الکی وارد می شود. هیپ هیپ هورا! خب بچه ها، اینجا قوانین خاص خودشو داره، پس شما باید یه سری آموزش ببینید. آموزش تو کله خوری تو دربند؟ نه. آموزش شیشلیک خوری تو درکه؟ اونم نه. آموزش دیزی خوری تو اوشون پشم؟ نه. آموزش جوجه خوری تو فرهزاد؟ نه بابا جان نه. ما که همه گزینه‌های خوشمزه رو گفتیم، پس جواب چی میتونه باشه؟ گوش کنید بچه ها، میدونین چیه؟ فرصتتون تموم شد، خیلی به جواب نزدیک شده بودید، اما جواب نحوه گرفتن تاکسی بود. جون. خیلی خوب باب، پاتریک، خوب دقت کنید. برای گرفتن ماشین اول کنار خیابون میاییم و منتظر ماشین میمونیم. به جان خدا نابغه شو. یک کارگاه واقعیه. دوم دست راستمونو به میزان لازم بالا میاریم. به جان خودم نابغه. یک کارگاه واقعیه. اون یکی دست بچه ها دیگه واقعا به جون خودم نابغه است. یک کارگاه واقعیه. و اما آخرین و مهمترین مرحله استفاده از کلمه جادویی دربست. دربست دیگه چیه؟ نکوله خوراکیه. شایدم اسباب بازی پاتریک. خیلی به جواب نزدیک شدید بچه ها، اما عجله نکنید. حالا برید کنار و خوب تماشا کنید. دربست. این پای شده. گفتم نابغه است به جان خودم. چرا انقدر بالا پایین میریم داداش من؟ حدس بزنید بچه ها. نه شهر بازیه. نه تمرین موج مکزیکی آی کارگاه ها. نه بچه ها، ولی خیلی به جواب نزدیک شدید. جواب درست افتادن در چاله و چوله بود. چاله چوله دیگه چیه؟ به قسمت های از خیابان که توسط برخی از ادارات کنده شده اما توسط اونها هرگز پر نمی شود چاله و چوله گفته می شود. خب کی قراره چاله ها رو پر کنن آی کارگاه؟ شاید هیچ وقت، چون اصولا اگر توی چاله و چوله ها نیفتیم هیچ وقت متوجه چاله و چوله نمیشیم دوستان. آخ جونم، پس هنوزم میتونیم کلی بازی کنیم. حالا منم دوست دارم، خیلی باحاله. سلام جانم، من در حین انجام مأموریت هستم. کجا و خیار و پیاز یادت نره الکی؟ باشه چشم خانوم. الکی بچه ها میخوام باید صحبت کنم. بچه ها باشه گوشیو بده به غالغالیه بابا. سلام بابا جون، کی بیای خونه؟ سلام عزیزم، خیلی زود برمیگردم پسرم. بس
مامانو اذیت نکنی تا من برگردم باشه؟ مواظب برادر خواهرتم باش خالخالی. خداحافظ بابایی. این انجام ماموریت با کی صحبت میکردین جناب کارگاه؟ با خانم بچه‌هاش بود دیگه، دقت نکردی داشت من. واقعا خانم بچه ها بودن؟ چیکار داشتن باهات؟ خیارا گوجه و پیاز میخواستم واسه سالاد شیرازی. آخ جون سالاد شیرازی. خوش به حالتون کارگاه. ای کاش منم خانم بچه‌ها داشتم. آره راست میگه، منم خانم بچه ها دوست دارم. جناب کارگاه چند تا بچه دارین؟ کسی نمیخواد جواب بده؟ نه داشت من، ما چیکار داریم به زندگی مردم؟ ما که از اون شهرونداش نیستیم. حالا بگو ببینم چند تا بچه داری؟ 6 تا. 6 تا؟ چرا جلو ما گفتی 6 تا؟ به تعداد بچه ها ما عرض کردم. البته فعلا 4 تان. 2 تا هم تو راه دارم. 4 تا. بچه خودیه. هورا! خب بچه ها داریم به استادیوم آزادی نزدیک میشیم. خب در نیمه اول که اتفاق خاصی نیفتاد و توپ بیشتر در میانه میدان بود، بیاید امیدوار باشیم به نیمه دوم که بازی پرحاشیه‌تر و جذاب‌تری رو خواهیم دید. اوی چنگل جمعیت اینجاست. آره بابا اینجا از رستوران آقای خرچنگم چلوک‌تره. آها پس دربیل اینجاست. نه عزیزم، دربیل بازی پرسپولیس و استقلاله. البته چیز دربیل هم نه، چیز دربی. با سلام و گزارش نیمه دوم بازی در خدمتتون هستیم. همین ابتدای کار توپ به اوت میره و داور اوتو به نفع پرسپولیس اعلام میکنه و بازیکن استقلال رو تصمیم داور اعتراض دارن و جالب‌تره که بازیکن پرسپولیس هم اونجا معترضن. چه خبره؟ اجازه بفرمایید من سرمو بکوبم به این میز. عجب تماشاگر نما روی سکوها نگاه کنید. او به صورت خودجوش آرپیجی در میارن. چه میکنن این تماشاگر نماها؟ این آرپیجی‌ها اصلا نمیتونه این ورزشگاه رو نابود نکنه. و نابودم میکنه. آقای کارگاه این صدای چی بود؟ چیزی نبود عزیزم، یه آرپیجی بود که خورد به آقای گزارشگر. نمیره. نه اون از این آرپیجی ها زیاد خورده. یادم پارسال یه گوله تانکم خورد. راستی بچه ها، من صاحب اون عکسو پیدا کردم. پس باید برگردیم بیکینی باتیم. نه تازه داشت بهمون خوش میگذشت، حیف برگردیم.